سلام، من پری بصیر هستم. اومدم با آموزش 2 مدل خط چشم به روش کاملا ساده. محصولاتی مثل خط چشم‌های کاسه‌ای یا سایه‌های مشکی بهترین گزینه‌اند. قلموهای مورد استفاده، قلموی سرکن یا قلموهای مویی. خطی فرضی در نظر بگیر و از گوشه انتهایی چشم خط رو رسم کن. زاویه خط چشم، کوتاهی یا بلندیش بستگی به سلیقه خودت داره. برای خودت الگو بکش تا خط چشم صافی داشته باشی. نقطه گذاری کن و نقطه ها رو به هم وصل کن. حالا توی خطی رو که کشیدی پر کن. حتی میتونی خط چشم مدادی یا مویی استفاده کنی. اگه خط چشم کلفتری خواستی، دوباره نقطه گذاری کن، دوباره به هم وصل کن و دوباره پرش کن. روش بعدی با سایه. از قلموی سرکج استفاده میکنم. خطم رو میکشم و سایه رو آروم آروم اضافه میکنم. میتونم دوباره نقطه گذاری کنم و خط چشم کلفتری داشته باشم. خط چشم با سایه مشکی بهترین روش برای کسایی که کشت مژه دارن، چون فاقد چربیه و هیچ آسیبی به مژه ها نمیرسه. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. بوس بهت.